یه جایی توی درونت هست، جایی که نه گذشته معنا داره نه آینده. فقط سکوت آرامش بخشیه که منتظر توه. ولی ما اونقدر را دور شدیم ازش که یادمون رفته چطور باید برگردیم. میدونم گاهی دنیا اونقدر تند میچرخه که حتی فرصت نمی‌کنی بفهمی از کی این همه خسته شدی. ذهن مثل یه موج بیوقفه از یه فکر به فکر دیگه میپره و هرچی بیشتر دنبالش میدویم بیشتر از خودمون دور میشیم. اما یه لحظه وایسا، همین حالا یه نفس بکش. بذار برای چند ثانیه هیچ کاری نکنی. همین مکث ساده. دروازه برگشت به درونه، به همون جایی که آرامش همیشه اونجا بوده. آرامش درونی چیزی نیست که بیرون از خودت دنبالش بگردی. نه توی آدما، نه توی اتفاقات، نه حتی توی موفقیتات. اون یه حالت درونی از حضوره. وقتی ذهن ساکت میشه و تو فقط هستی. خیلی ها فکر میکنن آرامش یعنی نداشتن مشکل. اما آرامش واقعی یعنی بتونی وسط طوفان‌ها هم ساکت بمونی. یعنی بدونی لازم نیست همه چیزو کنترل کنی تا احساس امنیت کنی. وقتی از دنیای بیرون جدا میشی و به درونت برمیگردی، میفهمی که اونجا همیشه یه سکوت لطیف بوده. سکوتی که منتظر بوده شنیده بشه. دنیا همیشه یه صدای بلند داره، اما آرامش همیشه توی سکوت بوده. کافیه چند لحظه از این شتاب جدا بشی، چشماتو ببندی و فقط باشی. همه اون چیزی که دنبالش میگردی از قبل تو درونت بوده. فقط صبر میخواسته تا برگردی سراغش. آرامش درونی چیزی نیست که بیرون از خودت پیداش کنی. نه توی آدم‌ها، نه تو آینده، نه تو اتفاقهای پیش رو. اون یه حالت حضور کامل تو لحظه است. آرامش واقعی یعنی بتونی ببینی، حس کنی، اما درگیر نشی. یعنی وسط شلوغی ها هنوز صدای درونتو بشنوی. آرامش واقعی یعنی رها بودن در میان همه چیز. یعنی بدونی لازم نیست کنترلش کنی. فقط اجازه بدی که زندگی جاری بشه و تو باهاش نفس بکشی. گاهی آرامش اونقدر ساده و نزدیکه که فقط باید یادمون بیاد چطور لمسش کنیم. میخوام با تو 5 تکنیک ساده و در عین حال عمیق رو مرور کنم. چیزایی که شاید سالها دنبالش بودی ولی همیشه تو درونت بوده. اول بیایم نفس آگاهانه بکشیم. نفس تنها چیزیه که همیشه با توه، ولی کمتر بهش گوش میدی. یه دم عمیق، یه بازدم آروم و ناگهان ذهنت از گذشته جدا میشه. همین لحظه تمام چیزیه که واقعا وجود داره. این تمرین ساده باعث میشه انرژی های منفی از بدن خارج بشن و آرامش طبیعی تو وجودت شکل بگیره. تو قدم بعدی بیا روزانه مدیتیشن کن. حتی 5 دقیقه تو روز. میتونه ذهنت رو آروم کنه. روی یه حس خاص تمرکز کن. مثلا صدای محیط، ضربان قلب یا حتی تصویر ذهنی که به تو احساس امنیت و آرامش میده. این کار بهت کمک میکنه واکنش‌های احساسیت به محرک‌های خارجی کمتر بشه و به مرور آرامش درونی تقویت بشه. بیا احساساتت رو بنویس. گاهی ذهن پر از هیجانات و افکار منفی میشه که آرامش رو مخدوش میکنه. نوشتن اونا روی کاغذ بدون قضاوت بهت کمک میکنه بار ذهنیت سبک بشه و دید واضح‌تری نسبت به احساساتت پیدا کنی. این کار مثل یک گفتگو با خودته و آرامشتو بیشتر میکنه. حرکت و بدن آگاهی،
پیاده روی آروم، کشش بدن یا حرکت سبک یوگا باعث میشه که انرژی تو بدنت آزاد بشه، ذهنت آروم بگیره. وقتی بدن آروم میشه، ذهن هم آروم میشه. در نتیجه به آرامش درونی نزدیکتر میشی. بیا تمرین سپاسگزاری کن. هر روز چند دقیقه وقت بذار. به چیزایی فکر کن که بابتشون سپاسگزاری، حتی کوچکترین موارد. این کار نگرش تو رو تغییر میده. ذهن تو رو از تمرکز روی کمبودها خارج میکنه و بهت کمک میکنه که با وجود همه چالش‌ها آرامش درونی رو تجربه کنی. با اجرای این 5 تکنیک به مرور یاد میگیری که آرامش واقعی وابسته به هیچ چیز بیرونی نیست و از درون تو جاری میشه. هر بار که احساس آشفتگی کردی فقط به این تمرین ها برگرد و ببین چطور آرامش دوباره توی تو شکل میگیره. خیلی سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودید. مهر و آرامش همراه همیشگیتون.